در این میان هزاران هزار آدمان جمع آمده یکدیگر را تله می دادند و عیسی اول به شاگردان خود مراجعت کرده گفت: خود را از خمیر ترش فریسیان که دورویگی است احتیاط کنید، زیرا هیچ چیزی پوشیده نیست که آشکار نشود و هیچ چیزی پنهانی نیست که معلوم نگردد. پس آنچه را که مخفی گفته بودید گشاد و روشن خواهند شنید و آنچه را که شما در پنهانی پیچ را زده گفتید از بالای بام خانه ها با آواز بلند اعلان خواهند کرد. به شما میگویم ای دوستانم، از آنهایی که جسمتان را میکشند و بعد از آن هیچ کاری دیگری کردن نمیتوانند نترسید. من به شما میفهمانم که از کی باید ترسید. از همان ترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که شما را به دوزخ پرتاید. بله، به شما میگویم که از او ترسید. ارزش 5 گنجشک فقط 2 تنگه است. با وجود این خدا هیچ کدام از آنها را فراموش نمی کند و حتی شماره تارهای مویتان را می داند. بنابراین نترسید، ارزش شما از بسیار گنجشک ها هم زیادتر است. به شما می گویم هر که در پیش مردم می گوید که پیروی من است، من نیز که پسر آدمی زاد هستم، در نزد فرشتگان خدا پیرو من بودنش را تصدیق می کنم. لیکن هر که در پیش مردم مرا رد کند، من نیز در پیش فرشتگان خدا او را رد می کنم. هر کس که بر ضد پسر آدمی زاد سخن می گوید بخشیده می شود، لیکن کسی را که بر ضد روح القدس سخن کفر می گوید خدا هرگز نمی بخشد. وقت شما را به جماعت خانه ها به نزد سرداران و حکومتداران میبرند، غم نخورید که چه خیل جواب دهید یا چی باید گویید، زیرا روح القدس به شما یاد میدهد که همان وقت چی باید گویید. مردی از بین مردم به عیسی گفت: استاد، به برادرم بگوی که میراث را با من تقسیم کند. عیسی جواب داد: ای آدم، کی مرا بر شما قاضی یا داور تعیین کرده است؟ سپس به همه مراجعت کرده گفت: از هر گونه چشم گرسنگی حذر کنید، زیرا حیات آدم از بسیاری بایگریش عبارت نیست. بعد به آنها مثل را گفت: زمین یک مرد بای حاصل فراوان داد. وی به خود فکر کرد: چی کار باید کنم؟ آخر برای جمع کردن حاصل خود جای ندارم. بعد گفت: انا چی کار میکنم؟ انبارهای خود را ویران کرده انبارهای کلانتر میسازم. بعد تمام حاصل و بایگریم را به آنجا برده به خود میگویم: تو ثروت بسیاری داری که برای سالهای زیاده میرسد. اکنون راحت کن، بخور، بنوش و کیف و صفا کرده گرد. ولی خدا به وی گفت: ای بی عقل، همین شب جانت از تو گرفته می شود. پس آنچه ذخیره کرده ای نصیب کی می گردد؟ همین طور با هر کسی می شود که برای خود بایگری جمع می کند، ولی در نظر خدا بای نیست.